Bismillahirrahmanirrahim. ما وایلوپ بخوانده بریم. ما نصف لوب ها را می خوانیم. خب پیش از این ما دو وایل می خوانیم. درست است؟ دو وایل. ببینید ما یک فار داشتیم، وایل داشتیم، دو وایل داشتیم. درست؟ فار کدام وقت استفاده میشه؟ وقتی که نمبر اف ایتریشن فیکس باشه، تعداد تکرار حد از اون معلوم باشه. وایل لوپ تا وقتی که ریکاردها زیاد میشه، این با تعداد ریکاردها تکرار میشه. دوال کس ایچی است؟ کدام نوع لوپ است؟ این وایل واری است، لیکن یک دفعه بدون چک کردن شرط اجرا میکنه کار. بار اول بدون شرط یک کار اجرا میکنه. ببینید ما در فار یا در وایل مثال کار میکردیم. درست؟ اینه بودم بارزو بادی آف وایل. نمیجا ما اینیشیلایزیشن میگرفتم انت جی مساوی با یک. درست؟ قیمت جی چند است؟ یک. جی میره تا با کجا؟ تا با وقتی که مساوی یا کوچک است با 50. درست؟ من در اینجا برش میگم که system dot out dot print ln. درست؟ برای ما چی میکنه؟ پرینت میکنه یک پیام، یا خود عدد جی را برای ما پرینت میکنه خلاص. و بازو انکریمنت چطور میشه؟ جی پلس پلس سمیکولن. حالا ببینید جی از یک تا با کجا میره؟ تا با 50. از شما سوال میکنم، شما سوالی نمی است اگر شرط بار اول اشتباه شد اجرا میشه ای کار؟ که شرط غلط شده کار اجرا کئی؟ یو زل اول زل که غلط شد نه اجرا کئی کنه. گورا نجی قیمت سودا یو، نجی که چی یو دا اگر کل زیاد تا دا 50 سنه شرط غلط ده دا نه اکزیکیوٹ کی. So if the condition is false, the body of while will not be executed. نه اکزیکیوٹ کی. in the while دا body چا پوری تڑلے؟ the expression condition پوری تڑلے. اگر the while و the for بار اول یک دفعه هم شرط اشتباه شد کار اجرا نمیکنه. لیکن بعضی اوقات ما چی میگیم؟ ما میگیم بعضی کارها هستن، بعضی تاسک هستن، تو کارها هستن در سافتویر که بدون یک دفعه بدون چک کردن شرط باید اجرا شود. بطور مثال شما یک سیستم دارین، محصولین را راجستر میکنین در وبسایت یا در وب اپلیکیشن. شما بار اول هیچ نام نشته نکردین کدام محصوله، براتون میگه do you want to continue؟ میگه شما نام بعدی را میخواین که انتر کنین، هیچ نشته نکردیم ما. براتون چی میگه؟ میگه نام بعدی را ذخیره میکنین. ما چی میگم؟ بار اول اینمی صفحه که است، اینمی ریکارد این بدون کدام شرط باید باز شود. از ما سوال نشود که شما میخواین که دیگر ریکارد انتر کنین. ما هیچ نام نشته نکردیم، چرا پرسان میکنه؟ یک دفعه که نام نشته شد ما ثبت کردیم را دیتابیس، بار دوم از ما پرسان شود که do you want to continue or not. درست؟ اینمی چیز است. یو زل بعضی کارونه نسیشته چه یو زل بغیر شرط چک کول نسیشی باید اجراش. پونه شوید ما په خبره لکه پاسورد تاسو اول زل چې موبایل خلاص که پاسورد هم لګول نه درته وایي چې انکریکټ پاسورد، ته وایي چې یو زل په زه لګوم دوم زل دی به ما ته وایي مثلا اگه سه پاسورد غلط شد واس شد. اینمی است نه بار اول بدون شرط باید کار اجرا کنه. حال ببین در نمیجا اگر ما یک پیام هم پرینت کنم در نمیجا دبل کوتیشن برش میگم که ویلکم، ما میگم که خب قیمت جی یک است، یک بزرگ از 50 است، شرط اشتباه است، ایره اجرا نمیکنه. بین رن فایل کنیم یک دفعه هم باید اجرا نشوه اینمی لوپ، یعنی بادی لوپ باید اجرا نشه، هیچ چیز برتان نشان نده، خالی است. حال ببینید بعضی اوقات ما میگم که بار اول یک دفعه و بار اول باید بدون شرط اینمی کار اجرا کنه برای ما. اگر شرط اشتباه درست است یک دفعه باید اجرا کنه. اگر اشتباه هم باشه یک دفعه اجرا میشه. بخاطر از اون ما چی کار میکنیم؟ از لوپ دو وایل میام در نمیجا برش میگم دو امو یک استرکچر داره ها طوری که وایل لوپ داشت. بین نشته کنین end I مساوی با یک، از یک شروع میشه. نشته کنین دو به چی مانا؟ اجرا کو. اینمی کار چی کو؟ اجرا کو. تا با کدام وقت اجرا میکنه؟ تا با وقتی که اینمی شرط درست است. حالا ببینید قیمت ای چند است؟ یک. دو اینمی کار اجرا کو. چی کار است؟ اینمی یک پیام است. اینمی را برای ما چی کو؟ پرینت کو. دبل کوتیشن ما برش میگم
welcome. اینمی welcome اجرا کو پیش از اینکه اینمی اجرا کنه بالا کدام شرط است؟ نیست. هیچ شرط نلرو مولا. مورد آی قیمت یو ده. دو دا کارو کا. او بیا څو کدلته انکریمنٹ با په دغه ځکه ورته ولګي د سټیټمنټ نه بعد. اینمی جمع شرط میمانی یعنی آی تا با کجا میره تا با چند دفعه تکرار میشه از یک تا با 10 یعنی 10 دفعه میشه آی کوچک یا مساوی است با 10 حالا ببین تشریح میکنم براتون قیمت آی چند است ببین انیشیالایزیشن در بالا میشه ها دیکلریشن انیشیالایزیشن قیمت آی یک است دو اینمی کار اجرا کو بدون شرط ما برش میگم اینمی کار اجرا کو یک دفعه ویلکم براتون پرینت میکنه باز چی میشه آی پلس پلس آی پیشتر چند بود یک جمع یک دو که شد آی باز شرط چک میشه چرا که پایین است آی دو بار اول که شرط چک میشه کدام عدد داره آی قیمت آی چند است دو است ببینین قیمت آی یک بود این میره اجرا کرد ویلکم و زو آی پلس پلس شد پیش از اینکه شرط چک شوه آی دو شده یعنی بار اول شرط نداریم ما این می کار اجرا میکنه بار دوم کس پیش از اینکه شرط چک شوه درست بود شرط اینو میره اجرا میکنه اگر نمیکنه لیکن در شرط قیمت آی بار اول دو است یک نیست یعنی میجا ببینید پیش از شرط چی شده آی پلس پلس شده قیمت آی یک است دو اینو می کار اجرا کو ویلکم یک دفعه اجرا میکنه آی پلس پلس آی پیشتر یک بود آی جمع یک دو صحیح دو کوچک از 10 است بله درست اینو میره اجرا میکنه بار دوم بین آل چند دفعه نشان میده برای ما 10 دفعه نشان میده اینمی 10 دفعه براتون نشان میده حالا ببینید ما گفتم در دو وایل لوپ اگر شرط بار اول اشتباه هم بود مشکل نداره نه بین در اینجا برش میگم اینمی شرط اشتباه شد در فار یا در وایل اگر شرط شما اشتباه میگیرین یک بار هم اجرا نمیشد لیکن دو وایل فرق میکنه ببینید قیمت آی یک است دو اینمی کار اجرا کو ویلکم اجرا میکنه آی پلس پلس لیکن بار اول بدون شرط اجرا شد آی پلس پلس آی دو شد آی دو بزرگ است از 10 نه خیر نیست بار دوم اجرا نمیشه شرط اشتباه شده لیکن شرط بار دوم چک میشه بار اول چک نمیشه حالا بین اینه میره رن فایل چی جواب میاد چند دفعه تو ما یو دفعه یوزر یک بار رن فایل میاد ببینید یک بار ویلکم اگر این شرط هم اشتباه خود چرا اشتباه با چرا اجرا کرد خب پیش از اینکه شرط چک کنه یک دفعه اجرا میکنه کار دو یعنی این کار اجرا کن بار دوم باز نمیشه استاد وایل نمیشه بالای دو دیگه نه خیر ببین این بعض استراکچر ها هستن بعض قوانین او چی هستن اما تو معلوم دار هستن با همون شکل شما باید رو نشته کنید درست است پروگرام تان تغییر داده میتونید خود استراکچر فارا یا کنترل سیمنت دار تغییر داده نمیتونید مثلا مثال یک نفر میگم اول الز میگیرم باز اف میگیرم نه خیر الز مربوط به اف است اف یک کار نتونست اجرا کنه الز اجرا میکنه صحیح استراکچر شما تغییر داده نمیتونید پروگرام تان تغییر داده نمیتونید هر چیزی که خواستین او را اجرا کنه میتونید مشکل نیست درسته بنده یک مثال کار کنیم درست اما که ما گفتیم یک نفر راجستر میکنیم نه یک دفعه راجستر شو بار دوم از ما پرسان شو که do you want to continue or proceed صحیح است اینو یک کار میکنم بین اینجا ما چی میگیریم وریبل ها رو میگیریم تو مثال string یا int byte میگیریم byte یک byte است نه byte id شد بول چی است string name بس همون دورا میگیرم خلاص چرا ارر میتا اس باید با حرف بزرگ باشه اول string اس خب بین اینمی باشه درست است اینمی را ما نمیمانیم چند دفعه شوه این را ما مکرر نمی کنیم درست است این را معلوم نمی کنیم اینمی را ما ختم می کنیم چی کار را باید اجرا کنه این دو از ما آیدی را بگیره و نام بگیره تا با کدام وقت تا وقتی که ما یس نشته میکنیم صحیح است تا با وقتی که ما یس نشته میکنم از ما آیدی را بگیره نامم بگیره
بدون یس یا وای بدون وای اگر هر چیز نوشته شد لوپ ختم شد. ایتو پروگرام میسازیم اینمی لوپ از ما چی را بگیره؟ آیدی را تا با کدام زمان بگیرم تا وقتی که ما خواسته باشیم. صورت اول که با یه سر کو دوباره باید دوام آفرین. دوال یک شرط میمانیم بالا یک وریبل تا با وقتی که اینمی وریبل مساوی به چی است؟ وای است. اینمی کار را اجرا کو از سر. اگر نه اجرا نکن. درست است؟ بین نمیجا ما یک دیگه وریبل هم کار دارم که دو باز وای نشته کنم یا ان نشته کنم. درست؟ true false باشه. خب شرط true false برای ما برگشت میده. اگر نه ما یک کاراکتر هم میگیرم. درست است؟ OPR هم میگیرم. operator semicolon. بین در انتهای برش چی میگم؟ که system dot out dot print ln. درست است؟ ما برش میگم enter student ID. درست است؟ در انتهای چطور بگیریم؟ وریبل بخاطر آیدی چی است؟ خود آیدی مساوی با input dot next byte. مشکل ها نیست. با system dot out dot print ln برش میگم enter student name. صحیح است؟ خود نیم است. نیم مساوی با این خوب می بود که صرف نیم نه student name می بود. نه بسیار خوب می آمد باز. input dot next. صحیح است؟ next آخرم semicolon. باید برای yes no هم شما خود در انتهای میگیرین نه yes یا no. درست است؟ برش میگم که system dot out dot print ln برش میگم که do you want to continue. صحیح است؟ و چی میگم برش؟ OPR. چطور در انتهای بگیریم قیمتا؟ input dot पर कैरेक्टर के रन टाइम की कीमत संग और कॉल की कैरेक्टर डेटा टाइप के या वेरिएबल था रन टाइम की नेक्स्ट बॉस आफरीन नेक्स्ट बॉस चिबुद ऐड 4 खूब 4 निश्चित करो मुस्तकीम नहीं अमीन जैसे करो बॉस डॉट बॉस 4 आफरीन वेरी गुड खूब दें जैसे में नो एक मैसेज में नहीं नहीं आफरीन एक्सेलेंट वेरी गुड इंडेक्स नंबर में है हाँ इंडेक्स नंबर माँ बोले ज़्यादा बात कर बोली मगर याद तो बात नहीं इंडेक्स नंबर नेक्स्ट खुद बच्ची मारा नेक्स्ट हर्फ आखिरी लेकिन कुदाम हर्फ भी गिरा अगर द कैरेक्टर इम्कान दर माँ 5 हर्फ निश्चित करूँ सही माँ चंद कार दारिम या हर्फ अवली रा कार दारिम खलास वो हम बोला इंडेक्स 0 इम्कान इधर कसरा शुपुरा उली की यस YES ندين بعد كم يورا واخلي أغا أول چی پندکس 0 معنی و یو کریکٹر بیا او کته یو ولی کې بیا ای معنی لري ک دو دی ولی کله بیا ما اس معنی لري صحیح شو کنه هیڅ ونه لیکي مې هیڅ ناراضي بیا نه قبلینا ایرر درکې انډکس نمبر وخامخا ورکې صفر پر ځای سره وای ولیکي ها صفر پر ځای وای ولیکي نه وای مون قیمت ته اشاره نه کوو قیمت خو مونږ رن ټایم کې ورکو خو هغه قیمت چې ته ورکوي هغه په کوم انډکس ذخیره کیږي صفر باندې و ذخیره کیږي دا فکر وکړه موقعیت ته د حافظه کې موقعیت ته مونږ صفر باندې چې کوم هغه ذخیره شوی حرف هغه زمانم هغه زما په کار نه نور مې نه دی په کار دلته قیمت ته اشاره نه د انډکس نمبر ته اشاره صحیح شو اوس ورا شو دلته ها عالمه یک دفعه خو بدون شرط اینمی اسپشتان بریتان میگه که اینتر استودنت آیدی را میدن در رن تایم مشکل نیست آیدی یک نام احمد نوشته شد بازو چی میگه بریتان یک دفعه خو نوشته کردین یک نام do you want to continue
آله بالا ایندکس شما یک حرف نوشته میکنین وای از هر چیزی که است در شرط میمانید اینجا شما برش میگین اگر در او پی آر در رن تایم یک یوزر چی را نوشته کرده باشه اگر او پی آر وایل تا به وقتی که او پی آر مساوی باشه به چی سینگل کوتیشن چی باشه وای باشه Do you want to continue? Yes. اگر یس شد اگر این میشه درست شد چی میشه دو از سر باز اجرا میشه باز اینمی آیدی دو رو نوشته کردین شما نام عمر به طور مثال یا علی یا عثمان هر چیز که نوشته کردین شما نام باز چی میشه باز به طور میگه do you want to continue باز اگر وای نوشته کردین از سر باز شروع میشه تا با وقتی که شما وای پرس میکنین این وای لوپ از سر اجرا میشه تکرار شده میره اینمی حلقه لوپ دو وای درست است؟ آله خوب شد ما اندکس یک تا 50 برم ببین در اینجا حد معلوم نیست تا با وقتی که یوزر خواسته باشه تا با وقتی که وای نوشته میشه این لوپ کیس تکرار میشه کلیر؟ آله ببینید در اینجا یک مشکل نیست وای شما نوشته کنین امکان داره یک نفر بزرگ نوشته کنه باز قبول نمیکنه کیس سنسیتیو است نه؟ باید چی شود اینجا؟ dot equal dot Ignore case. नहीं قبول ना میکنه OPR dot خود string نشد نه چی است کاراکتر است تو این مشکل حل کنیم ما برش میگم وای کوچک باشه یا بزرگ باشه چی کنیم and چی میگه که باید 100% وای کوچک هم باشه بزرگ هم باشه چی کنیم very good or OPR is equal to single quotation y ګوره اما پروګرامینګ ټول اوس په ذهن کې راوړو دي استفاده وکړو بدون y هر چیز که بود n بود هر چیز بود بس او به این معنی که لوپ باید ترمینیت شود ختم شود تا به وقتی که y کوچک یا بزرگ بود اینمی دو کار اجرا میکنه درست است؟ اگر شما این string می گرفتین باز مشکل حل میشه خب برای string خب ما برای یک حرف یک کاراکتر string نمیگیریم خب نمیانه مشکل ما حل شد دیگه بیاین رن فایل کنیم اینه میرا رن فایل چی میگه برای ما اینجا student id را نشته میکنم یک باز چی میشه student name درست است نشته میکنم احمد enter do you want to continue y چی میشه اگر کوچک باشه باز enter چی میشه enter student id بس سر شروع صحیح است بالکل هم دا کانسپت هم دا کانسپت یک است خب ما اینجا کدام مثال دیتابیس نکردیم این مثال است که شما است نزدیک شده میرین به دیتابیس شما اینمو تو کار میکنین باز درست است آله حد از اون معلوم است شما خواستین امو حد از او است من غارد آفرین while تا با وقتی که یوزر خواسته باشه انتر میکنه اگر نمیکنه انتر student name یک نام نشته میکنم انتر ترمینیت شد آینده شما گرافیک میسازین yes no برتان میای yes no cancel اینا ما خود ما میسازیم درست است تو یک چیزا میسازین yes no اینا می تمام چیزا رو مثلا بدي يقول الدوال كذا بروكس استاذ المكان بروكس ختم کنه شرط غلط شو ښه د دوال کار کله ختمیږي چې دا شرط غلط شي وای وړو کې وای او د لوی وای نه بغیر چې سدي ولیکل د دې کار دی ور ختم ک بس بغیر انا استاذ داول دوال انا عملت وای استاذ چې کله بغیر د کوم شخص څخه ورته تا یو ځل ګور اول ځل شرط خلان نه کنه لیکن دو مخ کې دا کار کوي یو ځل بغیر له شرط نه څه کوي دا کار اجرا کوي ګور بغیر له شرط نه راځي دا وګورئ اگر ما چې وای نشته نه کړم نه ان نشته کړم بازم برای ما باره اول چی میگه انتر یور آی دی انتر یور student name student id باره اول بدون شرط است ببینید نام بدون شرط است انتر آله میگه do you want to continue آله اگر ما یس نشته کردم وای انتر کردم
آل شرط چک میشه. وقتی که ما وای نشته کردم چی میشه؟ نمی جمعه و نمی شرط چک میکنه که آیا در بالا ای وای نشته کده یا خیر. اگر کده بار دوم از سر شروع میشه. اگر نمی شرط ما اشتباه میگیرم ان لیکن یک بار اجرا شد، بار دوم مربوط به شرط میشه با اساس شرط. اگر شرط true است یعنی درست است بار دوم کار اجرا میکنه، لیکن بار اول بدون شرط کار اجرا میکنه. اگر این the while of the for می بود باز چی میشد؟ امکان نداره. خودتان میفهمن، خودتان میگید. اول ځل به دویل while of for چې شرط غلط دا و یو ځل متا ته نو چې انټر سټوډنټ آی ډی نو ته به do while نه استفاده کوي. سر زمانه دوال دوم ته واړو. چې ته واړو؟ اول سر کې ما ته بدرز کوم شرط زده یو ساده راښکاره کوي کنه. زمانه ساده چې په لومړي کې ما ته شرط وړاندې کی مو ماره کې ساده ما ته بغیر د څه هغه به while loop شته کنه. ګوره د do while loop هدف څه شی ده چې یو ځل بغیر له شرط نه ته کار کول غواړې دین استفاده وکړه. او که ته شرط په مطابق بیا نور لوپ سم شته هغه دوه څه کول دا کار نه شو کولای چې یو ځل بغیر له شرط نه ما ته باډي اکزیکیوټ کی. نمیتونستم بخاطر از اون ما در این لوپ آمدیم. درست شد؟ خب بسیار خوب. خب یک مثال بود. خب یک مثالی بود که شما هدف دوال باید فهمیده باشین. درست است؟ آلی بین ما طرف نستد لوپ ها میم. درست؟ نستد لوپ بچه مانا نزیر الله. What is nested loop? Nested loop هدف او سشی توائی nested nested یا خو یک لوپ است نه؟ nested loop تو خود نوی اگر کلاس کی nested loop nested loop یو استاد مانا چیست؟ nested loop اگر مانا گفتم پلاس شاید شما ما میفهم شما خواندین. خب در ذهن تا نمه که nested این اصطلاح و چی مانا وجیلا استاد نسل لوب یک لوب داخل لوب دیگه آفرین یک لوب داخل دیگر لوب یاد تا نامد یک لوب داخل دیگر لوب دوالم بودا میتانا فار بودا میتانا وایل بودا میتانا میکس انجام صحیح است. ببینید وقتی که شما میگین یک لوب برای ما یک کار اجرا میکنه نه خب او به شکل تیبل نمی باشه. به این معنی در آینده شما ملتی دایمنشنال اری را میخوانید یا تو دایمنشنال اری میخوانید. از اری قیمت ها را میگیریم از لوب بسیار خوب گرفته میشه از طریق لوب. اگر ما از لوب استفاده کنیم ما اری را بسیار با خوبی اکسس کرده میتونیم، پرینت کرده میتونیم یا ذخیره کرده میتونیم در اری قیمت ها. در اونجا شما تو دایمنشنال اری را میخوانید یعنی به شکل جدول. ببینید این لوبا که ما استفاده میکنم در اصل هدف از او چی است؟ در آینده ما برای یک اری اندکس نمبر اساین میکنیم. هدف لوب اینمی است. خب اری اگر سینگل دایمنشنال است سینگل لوب استفاده میشه، سیمپل لوب. اگر تو دایمنشنال اری است دو بودی است اری با شما دو اندکس نمبر کار داریم به این معنی که شما دو اندکس نمبر کار داریم. اینی نستد لوب. یک لوب که است او برای رو اشاره میکنه با اندکس رو و لوب داخلی که است یعنی نستد لوب است او اشاره میکنه با کالم ها. ببینید اگر جدول شما ببینین یک جدول ببینین شما در یک جدول از چی ساخته شده؟ از روها و کالم ها ساخته شده. فهمیده شد؟ بین نمیجا براتون ما نشان میتون. هدف نستد لوب باید شما فهمیده باشید چرا که در آینده شما 100% از او استفاده میکنید. درست است؟ هدف نستد لوب چی است؟ ما بتون یک مثال کار میکنم در اینجا. اینمی پروگرام اکسل است شاید شما دیده باشین. اینمی یک جدول است. درست؟ بین اینمی جمع برش میکنم اینمی چی است؟ جدول است. این جدول ببینید شما آیا در این کالم ها هستن صرف روها نیستن؟ روها هم هستن. روی اول کالم A، روی اول کالم B، روی اول کالم C، روی اول کالم D. یعنی خودی که ما میگم به طور مثال نمیجا یک رکورد نشته شده عمران در موقعیت از او در کجاست؟ نام موقعیت عمران چی است؟ کدام رو است؟ 3 و کالم C 3C اندکس نمبر ازی شد. فکر کنین اگر این اندکس نمبر اگر ما ببینیم باز 2 میشه، 3 رو و C کالم.
آلی یک لوب که است برو اشاره میکنه وقتی که رکاد میگیریم یا ذخیره میکنم برو باید اشاره کنه که نمی رو چندم رو، چرا که لوب میتونه از 1 تا 50 1 تا 100 1 تا 1 لک برای اموتو پیش. یک لوب که است برای رو اشاره میکنه، یک لوب که است برای کالم اشاره میکنه. بخاطر از او داخل رو ما کالم داریم، بخاطر از او داخل یک لوب داخلی را میگه سیست نستد میگه چی میگم نستد لوب سیست. و هدف نستد لوب چی است؟ ملتی دایمنشنال اری است. آل بین اول برش میگم اینت رو، ما نام وریبل رو میمانم درست تا که واضح شد. اینت رو مساوی با 1. چند بخش داره فار لوب؟ 3 بخش داشت نه. انیشیالایزیشن بعد از او کندیشن نه. کندیشن چی است؟ رو میره تا با کجا؟ مثلا مثال 5 رو داریم، 1 تا 5 رو میشن. بعد از او انکریمنت است نه، پلس رو از 1 شروع میشه تا 5 باید بره. باز میایم طرف نستد لوب. ببین داخل یک فار داخل با چی مانا؟ داخل بادی اوتر لوب فار لوب ما دیگه لوب گرفتیم، درست است؟ اینمی یا داشته باشین اینمی را ما میگیم لوب اولی را که در بالا است را ما میگیم اوتر لوب. و این لوب بخاطر چی است؟ بخاطر روز است که به روز اشاره میکنه، روی اول، روی دوم، سوم، چهارم، پنجم. و این ما چی میگیم؟ اینر لوب. و بخاطر چی هستن؟ کالم ها هستن. یه هم 3 بخش داره، اند کالم درست، 1 روی اول کالم اول درست. بازو چی میگم برش؟ کندیشن کال کوچک مساوی است به چند؟ 4 درست است. این 5 رو داریم، در هر رو 4 کالم داریم درست. حالا انکریمنت میکنه میره کال پلس میاد نمیجه. حالا چی کار را اجرا کنه؟ خود اعداد لوب برای ما نشان بده، چرا که ما کدام رکارد نداریم، کدام قیمت ها نداریم، از دیتابیس بگیریم نشان بده درست. خود قیمت های چرا برای ما پرینت کنه؟ خود قیمت های رو را و کالم ها را. صحیح است؟ چطور میشه خواه؟ این همینجا میام برش میگم پرینت کوئی نمیره system.out.println. خود قیمت اول کدام قیمت است؟ رو است نه؟ رو. صحیح است؟ باز کانکتینیت میکنم، دبل کوتیشن سپیس میتونم یک کمی فاصله باشه، بازو کانکتینیشن بازو کالم. حالا ببینید با کدام شکل پرینت میشه. هر چیز که میگم جواب میدین. روی لوپ اولیه بخاطر چی است؟ رو ها هستن نه؟ طور مثال همش میگفتم روی اول کالم اول، روی اول کالم دوم، روی اول کالم سوم، روی اول کالم چهارم. باز روی دوم آمد، روی دوم کالم اول، روی دوم کالم دوم، آخر چند میشه؟ روی پنجم کالم چهارم، یعنی 5 4 میشه، 5 4. برای هر کالم رو تکرار میشه. برای کالم اول، دوم، سوم، چهارم روی اول تکرار میشه، یعنی رو 1 دفعه گفته میشه، کالم ها 4 دفعه گفته میشه. صحیح است؟ به این شکل ببینید روی اول کالم اول، روی اول کالم اول، باز چی میگه؟ روی اول کالم دوم. صحیح است؟ باز امو تو میره پیش، باز برش میگه روی اول کالم سوم، روی اول کالم چهارم، این امو تو آخرش چند میشه؟ روی پنجم کالم چهارم. اینو تو برای ما پرینت کنه باید، یعنی رو یک 4 دفعه تکرار میشه برای هر کالم. تو فکر کنین نستد لوب ما بخاطر چی گرفتم؟ بخاطر که ازی که در دیتابیس یک تیبل است، از اون معلومات بگیره برای ما نشان بده. صحیح است؟ حالا ببینید این اینجا برش میگم، اینمی خود روی اولی که است، لوپ اولی که است بخاطر رو است. رو از کجا شروع میشه؟ از 1 تا 5. خب قیمت رو چند است؟ 1. قیمت رو که 1 است کوچک از 5 است؟ بله. این که درست شد شد در داخل بادی لوپ اولی ما دیگه لوپ داریم به نام نستد لوپ که میگن اینر لوپ. اینمی خب رو 1 است. این را در ذهن تان باشه، رو 1 است. کالم چند قیمت میتا؟ 1. 1 کوچک از 4 است؟
بله این هم درست است. آل میای نمی بادی را اکزیکیوت میکنه. رو چند بود؟ یک. کالم چند بود؟ یک پرینت شد. پس چی جمع میشه؟ نستد لوپ اجرا میشه مکمل، بالا نمیره. امی بادی مکمل اینمی اجرا میشه. رو یک است ها؟ رو چند است؟ یک. خب کالم یک بود، یک پرینت شد، کالم میره پلس پلس میشه. کالم پیشتر چند بود؟ یک جمع یک دو کوچک از 4 است. بله رو بازم یک است. رو را اجازه نمیده که بالا بره و 2 شود. نه، رو بازم یک است. کالم چند شدن؟ 2. کالم 2 شدن. 2 جمع یک 3 کوچک از 4 است. باز 3 باز 4 میشه. کالم 4 میشه. 4 کوچک از 4 است؟ نه خیر، مساوی است. بله باز 4. باز کالم 5 میشه. شرط اشتباه میشه. کالم 5 میشه، 5 کوچک نیست از 4 اجرا نمیشه. پس رو میره از اینجا بیرون میره، در این لوپ داخل میشه. این میره رو پلس پلس بیشتر 1 بود، آلی 2 شد. رو 2 شد. 2 کوچک از 5 است. بله باز از کالم از سر شروع میشه برای روی دوم. 1 تا بچه هم نسبت تکراری. صحیح است؟ این میره براتون به این شکل نتیجه نشان میده. 5 4 آخری شد نه؟ نه بالا میریم. از کجا شروع شده؟ 1 2 3 4. اینمی 1 رو ختم شد. در اینمی روی بعدی روی دوم شروع شد. 2 3 2 4 روی بعدی شروع شد. 3 2 3 4 باز 4 2 4 3 4 باز 5 2 5 3 هدف چرا بیا درته وایم. هدف دا ده چې موږ په ډیټابیس کې سبا ته یو ټیبل لرو. په ټیبل کې مثال لیکل شوی سټوډنټ آی ډي، سټوډنټ نیم، فیکلټي، ډپارټمنټ، ایډرس. دا یو چې راخلي کالم رو ته به اشاره کوي کنه. دغه لوپ لار نه کولای شي. خزانه وایم چې فار لوپ به وي، کېدای شي وایل لوپ وي. صحیح ده؟ کېدای شي دواړه یو ځای اوسېږي. کنه هدف د نسټ لوپ امدا ده چې ته د ټیبل شکل کې ډیټا ذخیره کول غواړې، د ټیبل شکل نه ډیټا راخیستل غواړې. دیټس اټ. پوه نه شوئ؟ بالکل. سنټیکس باندې ځان پوي کوي. آینده کې موږ یو 2 یو 3 دا نه غواړو، ډیټابیس نه ډیټا غواړو. خو لیکه به همداسې سنټیکس په ویدا دا ټول معلومات به راوړي استاد. او ته ټول معلومات به راوړي. چې دې ورته په نار کې چې اول رو او دویم کال او انډیکس نمبر موږ ورته ورکو. وایل لوپ روګانو ته واخلو، داخل د وایل کې به فار د کالمونو لپاره بلکې دا نو ساده 15 تر لسم فریم د دې طریقې سره کول څه پوه نه شوم څنګه مثلا 15 نمبر څخه تر لسم پر څه مشخصات یو ساده دا راوځو نو د کار نه لرو. او هغه د بیا موږ سرچینګ وایو. ها سرچ کول ته مشخص معلومات کراوه چې ته موږ سرچینګ وایو. پوه شئ؟ دې طریقه باندې کیږي. دسم کیږي، دسه هم کیږي. خو بیا کې نشته لوپ نه استفاده. لوپ خو هر ځای کې استفاده کیږي. صحیح شو؟ لوپ هر ځای کې استفاده کیږي. البته کیوري فرق کوي بس. اوس کیوري چې ده ته موږ ګورو. یو ته موږ وایي سلیکټ کې ته ټول ډیټا راغلی. صحیح؟ یا مثال تور ته بعض وخت کې ته سرچینګ هم سلیکټ کوي، خو شرط ورته ورلګوي که چیرته آی ډي دا وا د آی ډي په مطابق ریکارډ راواخلي. په اول کې په عموم کې په اول ځل ته ټول ریکارډونه رااخلي. په هغې کې بیا ته کېدای شي یو سرچ کې، یو خاص ډیلیټ کې، یو خاص اپډیټ کې دا ته بیا کولی شي. صحیح شوه؟ یا ورته وایي چې ټول کمپیوټر ساینس ریکارډونه راواخله. دا ته سرچینګ باندې هم کولی شي بیا که ستا هدف همدا وي د سوال. صحیح شو؟ فهمیده شد؟ اینمی نستد لوپ هدف از اینمی است که ما به شکل جدول اگر معلومات را ذخیره میکنم یا میگیرم نشان میتونم از نستد لوپ استفاده میشه. خب ما اینمی را نمیگم که 100% فار باشه. شاید برای اگر کالم ها باشه برای کالم ها وایل لوپ میگیریم، فار میگیریم، و برای رو ها چی میگیریم؟ وایل لوپ میگیریم. شما میتونید داخل نستد لوپ به این معنی نیست که صرف فار داخل فار باشه. نه، شما داخل فار وایل بگیرین، داخل وایل اینر لوپ بگیرین، فار بگیرین، مشکل نیست. صحیح است؟ any question؟ خب باز اینمی رو برای ما چرا نشان بده؟ هر رو که خلاص میشه یک لاین برای ما چی کنه؟ یک لاین جدا رو برای ما نشان بده. ببینید رو در کجا ختم میشه؟ دینمی جا ختم میشه نه؟ بعد از اینمی جا نه؟ وقتی که روی اول و 4 کالم ها را پرینت کردی، باز اینمی لوپ، باز اینمی داخل
لوپ اول که برای رو است داخل از اون ما چرا میگرم system.out.println دلته با مونږ څه وکړو هیڅ هم نه کو بس println به واخلو خالی لکه غواړی یو لاین راشي ډبل کوټیشن کې دا واخلو رو که دو میشه نو رو که شروع میشه پیش از این میره اجرا کن رن فایل حالا یک کمی واضح تر شد نه زیاد واضح نشد ډیر واضح شو ځکه ټول ځای ونیو کنه صحیح ده تر شو کلیر درام فارم اخستای شو بل لوکسو او ولې نه اخیستلی شي خو اکثرا که ته وګورې ټیبل لرو موږ په یو ډیټابیس کې هدف ته دی دا صحیح شد و همون شکل شما بیان را تغییر میدیم در وایل هیچ مشکلی نیست وایل څنګه تغییر کو بالکل بجای فایل نشته میکنم وایل او نه لوب آمده اینم چی میگیرم وایل میگیرم یعنی میره در باید کجا باشه بالا باشه باید درست است بازو اینمی کجا باشه اینمی نمی باشه نه اینمی را میگیرم اینمی را در کجا خوب گدواد میشه ها شما شاید کنفیوز شاید برای ما آسان است بین سر یک کار میکنم درست است 5 در 4 یک تیبل میگیریم درست 5 رو هستن 4 کالم هستن درست یک تا بالا که میکنم برای ما آسان است شاید بهتان کنفیوژن پیدا شود صحیح است باید شما کنفیوز نشین بین اول چی میگیرم اول میگیرم اینمی رو را میگیرم درست int رو مساوی با 1 صحیح است while تا وقتی که رو در کجا میره تا با 5 body of while اینمی اینجا پیشی که دیگه while بگیرم برای ازیان باید چی شود initialization declaration باید اجرا شود int call مساوی با 1 ایده با کجا میره تا با مساوی با 4 صحیح است اینم اینجا بین آله بالکل او را اجرا میکنم درست است برای ما چرا نشان بده خود رو را نشان بده concatenate double quotation درست است باز concatenation کال لیکن باز اینمی که اجرا شد چی باید اضافه شود کالم باید اضافه شود نه increment کال پلس همون چیزا که سنگل لوپ ما خوانده بودیم سیمپل لوپ همون استرکچر در ذهن تان بیارین اینمی یک لوپ است ببینید اینمی صرف داخل دیگه لوپ است آله انکریمنت ازی اینر لوپ خو همینجا اجرا میشه انکریمنت رو دا کجا اجرا میشه خود داخل بادی لوپ خودش وایل اینمی است سر یو انکریمنت دوار تا کار نس کنه نه ځکه ځان ته دي کله چې تعداد فرق وکي صحیح ده کله چې روغان موږ سره ګور روغان تعداد معلوم نه کېږي د 3000 دانی او کالمونه آی ډي نیم فیکلټي ډپارټمنټ سره پینځه دانی نشي کې زده څنګه برابرې دل شي او وخت کې تو پروګرام د څنګه لګي چې برابر شي صحیح شو نو دا براشم ویریبل نو میگه راته نو سختري کوم څنګه ویریبل نو مطمئن او چې کته و مخله مشکل نشته لیکن خنه راځي اوس ګوره یو رو دا کالم د څنګه تاخلي روز پر سره رو نوم نه دا مونږ ورکړای صرف آر واخله د صرف چې مونږه واضح شي راته زموږ پروګرام ګډوډ نه وي باید جنجالي نه وي ریډیبিলিټي ولري باید ډو نو ریډیبিলিټي لوستل ډیر اسانه وي د لوست برابر وي صحیح ده اینو تو خوب میاد درست بازم اگر مولای نمیارین میتونین شما بین امیر رن فایل میکنم باز همون چیز آمد هیچ فرق نداره خب فرق داره فار و وایل لیکن دیکار فرق نداره درست است حالا ببینید پیش از اینکه رو شروع میشه پیش از اینکه اینکریمنت شوه رو دو شوه ما چرا میگیرم یک پرنت الن میگیرم درست داخل از او یک لاین بینه بود حالا رن فایل کنیم حالا درست شد کلیر کارخانگی تان چی است شما 100% این کار میکنید خب اگر ببینید اگر پرکتیس نمیکنید شما پروگرامینگ را گرفته نمیتونید این ویدیو ریکارد که ما میکنیم هدف از اون است که شما ایرا ببینید اگر سوال پیشتان پیدا میشه سوال کنین
کار کنین، پرکتیس کنین. یک مثال ما میکنم، شما باید 10 مثال کار کنین. کار خانگی تنین همی است، امی کاره 10 رو باشه 5 کالم باشه، 10 رو باشه 5 کالم باشه. در دو وایل کار میکنین، در نستد دو وایل. بسیار آسان است، هیچ مشکلی نیست. استاد یار با درن تایم کمت بدم. بالکل دارم میتونه، چرا نمیتونه؟ بین نمیجه درن تایم قیمت برش میتون. حال شما قیمت دارین درن تایم بتن. چند رو را میخواستین رو ها را انتر کنین، چند کلم ها باشه کلم ها را مشخص کنین. مشکل نیست درن تایم. شما امی کارا 10 در 5 د دو نصف دو وایل کارا اجرا میکنین. درست است؟ باز اینمی خب شما سویچ خواندن نه؟ نه. سویچ خواندن درست است. من فکر کردم که زیاد ما رفتم. بسیار مهم است. خب بازو بسیار مهم موضوع تان شروع میشه and that is array. array بسیار مهم است. در دیتابیس و لوپ ها بسیار مهم هستند. خب ما میفهم که ادوانس مثالا رو ما کار نکردیم در وایل لوپ، نیاز به این است. درست؟ شما که رفتین بخیر array را خوانید باز مثالا رو کار کردم میتونه، هیچ مشکلی نیست. درست است؟ I think it's enough for today. میشه که دوال از فور استفاده کنیم در این چرا نه؟ ما ببینید بیان یک مثال زنده براتون میدم. ببینید اینجا ما از چی استفاده کردم. خدا کنه اینجا باشه که ما رو دیلیت نکرده باشم. یس این وایل است، داخل وایل چی است؟ فار است. چه که تعداد کالم ها برای ما معلوم بود. کال ببینید ما کدام وریبل گرفتم؟ کال. اینجا هم کال میگیرم. صحیح است؟ اینجا خوب می بود که رو را میگرفتم آر. مشکل نه. انکریمنت ببینید خود بادی ازی است. میگیره کجا ذخیره میکنه معلومات از دیتابیس میگیره ذخیره میکنه در یک ملتی دایمنشنال اری. درست است؟ این مثال زنده شد.